پیغمبر اکرم فرمودن جبرئیل شناسنامه داری ببینیم تاریخ تولدت کیه، میدونی چقدر عمر کردی؟ عرض کرد یا رسول الله من عمر خودم رو به یک علامتی که خدا برام قرار داده میفهمم. چه علامتی؟ اون وقت جبرئیل عرض کرد یک ستاره است در آسمان هفتم، در طبقه هفتم، در آسمان هفتم، هر 30,000 سال یک بار ظاهر میشه. هر دفعه که اون ستاره طالع میشه من میفهمم 30,000 سال عمر من گذشته. نبی اکرم فرمودن تا حالا چند دفعه اون ستاره برات طالع شده؟ عرض کرد یا رسول الله تا حالا 30,000 بار اون ستاره رو دیدم، یعنی 30,000 تا 30,000 تای سال نوری اصلا حساب من که عقلم نمیرسه. بعد وقتی اینجور خبر داد و میزان سنشو گفت، نبی اکرم فرمودن حالا اگه اون ستاره ای که از 30,000 سال اون بالا طالع میشه تو حساب و عمر خودتو به دست میاری ببینی میشناسیش؟ بله یا رسول الله چیزی که 30,000 بار دیدم بگی میشناسم مثل کف دست برام معلومه. امیرالمومنین وارد شدن، خاتم الانبیا فرمودن یا علی یه ذره این گوشه امامت رو بده بالا، از اون جلوه هایی که باید بکنی یه جلوه بکن. امیرالمومنین به فرمان پیغمبر این امامه رو دادن بالا، از پیشونی امیرالمومنین که محل سجده علی ابن ابی طالبه اون ستاره طالع گفت یا رسول الله والله این همون ستاره ایه که من 30,000 بار دیدم.